اگر مثلا کسی اعتقاد کند که عیسی این خدا هست یا سه خدا هست، عیسی، مادرش، مادر و پدرش، قرآن در این باره چی میگه؟ ببینید برادرها، ولی وقتی که ما نصرانی ها کافر میگوییم یا یهودی ها کافر میگوییم، بعضی میگن که اونها هم دین دارن، اونها هم کتاب دارن، اونها هم عبادت میکنن، این قدر خلقی کلان شما چی به این خیلی میگوید؟ اینو من نگفتیم، ما حق هم نداریم خیلی گپ گفتن. یا مراتب قرآن که شاید به زبان روسی هم ترجمهش است، به انگلیسی هم، به تاجیکی هم، به کدام زبانی خواهید است. الله تعالی در سوره مائده آیه 72 میگه که لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. در حقیقت کافر شدند آنهایی که گفتند که الله این عیسی پسر مریم، مسیح پسر مریم. مسیح از کلمه مسح گرفته شده است. حضرت عیسی یکی از معجزه هاشون، آدمی نابینای اگر چشمش مسح کنن چشمش بینا میشد. آدمی که در پوستش عیب داشت، مثلا سفیدی داشت، اگر با دستشون هم تو مولا اگر درست میشد. که این طبیبا ممکن یک عمر زور زنن. این همو قد ترقیات علمی طب است. یک دنیا آدم ها پوستاشون سفید است، یک عمر علاج میکنه تبابت نمیشد. اما حضرت عیسی با یک مسح کردن چی میکرد؟ اگر به بالای آدمی که مثلا موش ریخته است یا قاشش ریخته است اگر مسح کنه مو میبرامد. بنابراین مسیح گفته شده. مسیح پسر الله، کسی که اگر گوید وای کافر شد میگه. ببینه صراحتا لقد کفر الذين، امو ترجمه تاجیکی یبار گرانتون کلمه یبار خواندتی هم به این مردم که تاجیکی شما هم داشته باشد خوانید. دارم شما مقصد اینا چی میفهمیده باشن از این کافر گفتن؟ ممکن نه کافر نگو، هیچ کی حقی کافر گفتن نداده است. درست، لیکن این حکم الله است. لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. در حقیقت کافر شد آن آدمی که گفت که مسیح پسر الله است. و قال المسیح، حضرت مسیح چی گفت؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. ای بنی اسرائیل، ای مردم فرزندای اسرائیل. اسرائیل یعنی فرزندای حضرت یعقوب. اعبدوا الله، الله را عبادت کنید، یگانه پرستش کنید. ربی و ربکم، این سخن مسیح است. پروردگاری من و پروردگار شما. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و النار. کسی که به الله تعالی شریک بیارد و حرم الله علیه الجنه، جنت را الله تعالی براش حرام میگرداند. و مأواه النار، جاش دوزخ است. و ما للظالمین من انصار، برای ظالم ها، برای مشرک ها انصار نیست، یاری دهنده نیست. میتونه اگر ترجمه داشته باشید خوانید سوره مائده آیه 72. بله. در آیه 73 تا شما یافتنه الله تعالی میگه که لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. در حقیقت کافر شدن آنهایی که گفتن که الله ثالث ثلاثه، سیومینی سه. اینا سه خدا میگن، روح القدس، الله و پسرش میگن. نعوذ بالله. یعنی که الله، مریم و عیسی علیه السلام میگن. الله تعالی میگه که در حقیقت لفظی صریح و واضح و روشن و شاد و روشن، یگان اینجا نافهمایی مجملات نیست. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. در حقیقت کافر شد آنهایی که گفت که الله تعالی سه یا سیومین سه کس. و ما من اله الا اله واحد، غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست، او یگانه است. و ان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم. اگر از این زشت عملهای زشت اعتقادی بده که میکنن باز نیستن، برای آنها عذاب الیم میرسد. در آیه از ترجمه خدا میخونم 72 آنان که گفتند الله تعالی همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند. یعنی این در ترجمه آمده است، در حالی که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل الله را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست. به تردید هر کی به الله تعالی شرک آورد الله تعالی بهشت را بر او حرام کرده. چون شما نوکه گفته گذاشتید بازم. و جایگاهش دوزخ و ستمگاران هیچ یاوری ندارند. این در سوره مائده آیه 72. خب منم از دیگر نسخه میخونم. الله تعالی میگه که من برای تو
ترجمه خانکا و اینا میگم که چه خیلی اونو ترجمه میخوانن و نمیفهمن. آیت 72 بیشک آن نصرانی هایی که الله همان مسیح پسری مریم است میگویند با این سخن کافر شدند، زیرا آنها به این قولشان معبودیت را به غیر الله جل و علا نسبت دادند و عیسی پسری مریم به آنها گفت ای بنی اسرائیل، یگانه الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید. همه ما به اعتبار بندگی الله برابر هستیم، چون که هر کس به الله شرک ورزد بیگمان الله در آمدن بهشت را برایش ابدی منع میکند. قرارگاهش آتش دوزخ است و ظالمان یاورانی ندارند که در نزد الله جرأت نموده کمکشان رساند و از عذاب الهی رهایشان سازد. ترجمه های گریخ خانه داخل بیان است. بله. با در سوره مائده آیت 17 هم الله تعالی با صراحتا میگه که لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. این آیت 17 هست. در حقیقت کافر شدن اونایی که عیسی مسیح پسری مریم الله گفتن. این یعنی آیت 17 هم میتونید گرفته مراجعت کنید. بله. بیایید این آیت رو نیز گفته میگذاریم دولا. کسانی که گفتند الله تعالی همان مسیح پسری مریم است یقینا کافر شدند. این در آیت 17 آمده است. در دوامش آمده است. ای پیامبر با آنان بگو اگر الله تعالی بخواهد که مسیح پسری مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند نابود کند، چه کسی در برابر الله تعالی اختیار دارد که مانع شود؟ با سوال فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن الله تعالی است. هر چی بخواهد می آفریند و الله تعالی به هر چیز تواناست. یعنی دو آیتی که شما گفته گذاشتید در سوره مائده و کافر بودن آنهایی که خود با دلیل می آورند یا می گویند که عیسی پسری خداست. بله.